صادر جباروف روز 7 نوامبر سال 2022 در جریان بررسی سازشنامه‌های مرزی قرقیزستان و ازبکستان از جمله سرنوشت آبانبار بحثی کمپیروباد برخی جزئیات مذاکرات مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را هم آشکار کرد. جباروف گفت تاجیکستان راضی شده است که منطقه های بحثی چورکوچه در مرز دو کشور منطقه بی‌طرف اعلام کرده شود. جانب تاجیکستان این اظهارات پرزیدنت قرقیزستان را درباره گویا راضی شدنش به پیشنهاد منطقه بی‌طرف اعلام کردن چورکوچه را یگان شرح نداده است. چورکوچه در مرز دهه خوجه آلو اسفره با نویه بادکن قرقیزستان جایگیر شده است و راهها از نویه بادکن به طرف نویه لیلک قرقیزستان از اسفره به طرف جماعت واروخ تاجیکستان توسط چورکوچه می‌گذرد. جباروف گفت جانب تاجیکستان در مذاکره ها همیشه پروتکل را نشان می‌دهد که وکیل کنونی پارلمان ادخان مد مرادوف سال 2009 هنگام کاتب شروع امنیتی بودنش امضا کرده است. او خطاب به مادوماروف گفت شما میگویید که پروتکل دایر به چورکوچه امضا کرده شما قانونی نیست، آن را باید برده با حاجتخانه پرتافت، ولی طرف دیگر این کار را نمی کند. آنها برعکس آن را به دست گرفتن نشان میدهند. الکی چندین بار نشان دادند. جباروف از جمله یادآور شد که روز 14 اکتبر در آستانه در نشست سه جانبه پرزیدنت های روسیه و قرقیزستان و تاجیکستان جانب تاجیکستان دیگر باره این سند را نشان داده گفته است که گویا ما انا امین خیل سندها را امضا میکنیم و به تعهدات سپرده امان عمل نمیکنیم. صادر جباروف افزود که در جریان مذاکرات صورت گرفته از جمله نشست اخیر ایت‌های دو کشور پیرامون تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه به معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف میسر شده است که جانب تاجیکستان را به گذشت در مسئله چورکوچه متقاعد کند. صادر جباروف افزود که اگر این توافق نهایی شود تاجیکستان از این منطقه تقریبا 20 اویله و قرقیزستان 4 اویله را میکوچاند. اگر چنین کارا شده ایستادند یکدیگر را عیبدار کردن لازم نیست. نباید بها داد که باسواد و که بیسواد است. ما دیدیم که بیسوادها چه کارها کردند. حالا ما بیسوادها زمینهای را برگردانیده ایستاده ایم که باسوادها داده بودند، گفت او. این اشاره جباروف باز هم به مادوماروف بود که قبلا ضمن بررسی این مسئله هم برای قرقیزستان و هم برای تاجیکستان خیلی اساس وزیر عدلیه قرقیزستان ایاز بیاتوف را بیسواد نامید. رهبر فرقه بوتون قرقیزستان اتخان مادوماروف سال 2009 وقتی که کاتب شورای امنیت کشورش بود پروتکل درباره از تاجیکستان به اجاره گرفتن 5 هکتار زمین در روزیش 275 متر برای ترمیم روی اوش بادکن و بنیاد پول را امضا کرد. این عملا به معنای قلمرو تاجیکستان اعتراف کردن این زمین‌های اجاره بود. حالا مادوماروف میگوید که آن سند قوه قانونی ندارد و به رفت مذاکرات مرزی تاثیر نمیرساند. رهبران کنونی قرقیزستان مادوماروف را به آن عیبدار میکنند که هنگام امضای آن پروتکل برخلاف منفعت‌های ملی رفتار کرده است. در اول سال 2022 نسبت به مادوماروف در رابطه به امضای این پروتکل پرونده جنایتی گشودند، ولی پارلمان قرقیزستان برای به جوابگری جنایتی کشیدن او اجازت نداد. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 270 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در منطقه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور از هر دو جانب در عموم نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر زخمی شدند.